خیلی از من سوال میکنه که چرا مرحله سوم ثبت نام پاسپورت کار نمیکنه. یعنی ما مرحله اول ثبت نام رو به خوبی انجام میدیم، وارد مرحله دوم میشیم. مرحله دوم که انتخاب عکس و امضا صورم به خوبی انجام میدیم. وقتی که وارد مرحله سوم میشیم، مرحله سوم بلاک است، قفل است. هر سیلی را که میخوایم انتخاب کنیم و معلومات خود را در اونجا درج کنیم انتخاب نمیشه. پس مشکل چیست؟ در این ویدیو میخوام که در مورد این موضوع صحبت نماییم، پس با من باشید. خب ما مرحله اول ثبت نام خود را انجام میدیم. کسایی که از ولایت نیاز نیستن اونا باید چیکار کنن؟ صبر کنن. ثبت نام بکنن. خب ما ولایت ارزگان رو انتخاب کرده بودیم، پس حالی از اینجا ارزگان رو انتخاب میکنم، به هیچ مشکلی برخورد نمیکنم. از اینجا نمبر کوچه و بقیه مراحل ثبت نام خود را چیکار میکنم انجام میدم. مثلا نمبر خانه را از اینجا انتخاب میکنم، شماره تماس را از اینجا انتخاب میکنم و از اینجا مثلا نوشته میکنم ارزگان. معلومات موفقانه ثبت گردید. یعنی مرحله سوم ثبت نام ما که چیکار بود؟ مرحله دریافت پاسپورت بود و کامیابی چیکار شد؟ انجام شد. حالا میتونم که وارد مراحل بعدی شوم. پس کسایی که تا مرحله سوم ثبت نام کردین و در اینجا این مرحله سوم قفل از کار نمیکنه، پس شما اونمو آیدی خود را باید داشته باشین و تاریخ تولد به شمسی هم باید داشته باشین. از ثبت نام خود را همینجا متوقف کنین. هر زمان که اونمو ظرفیت از امو ولایت خالی شد پارزو توسط جستجو یعنی از سیستم سرچ استفاده کنین، یعنی فرم قبلی تان پیدا بکنین و ادامه ثبت نامتان را که مرحله سوم است، از مرحله سوم به بعد است چیکار کنین انجام میدین. تشکر که تا آخر لحظه ویدیو با من بودین. جهان سپاس. تا ویدیوهای بعدی و هفته های بعدی خدایا رو نگهدارتون.